درود خدمت همه دوستان. من آریام ناش هستم، مدرس و طراح طلا و جواهر. توی این ویدیو از سری آموزش های راینو پلاس میخوام آموزش نصب راینو ورژن 8 رو همراه با گراسهاپر ورژن 5.9.1 که آخرین ورژنی است که در دسترسه من آموزش نصبش رو به اصطلاح بده. خب راینو ورژن 8 که خیلی ساده است، شما از سایت خود راینو میتونید بگیرید. اینجا اگر سرچ کنید راینو براتون سایت راینو باز میشه و اینجا دانلود راینو 8 رو اما اول میبینید، میتونید بزنید و از اینجا روی راینو 8 بزنید و به سادگی نصبش کنید و حتی میتونید راینو 8 دانلود رو سرچ کنید از سایت صاف 98 منتها ورژن SR 5ش هست، SR 8 و 6ش SR 6ش هست که میتونید نصب کنید و کرکش هم احتمالا باش بده، نمیدونم اینجا. بله، همراه با کیجن. خیلی خوب، اینجا ما ران میکنیم و نکته ای که خیلی خیلی مهمه اینه که شما یک سری کتابخانه ها و یک سری چیزهایی رو لازم داره، مثل نت فریم ورک، سی پلاس پلاس ها و یک سری چیزها که حتما و حتما باید به اینترنت دسترسی داشته باشه. بالعکس خیلی از نرم افزارها این حتما موقع نصب باید به اینترنت دسترسی داشته باشه تا بتونه نصب کنه، در غیر این صورت اصلا به نصب نمیرسه. این اینستال رو میزنید و شروع میکنه به دانلود کردن. همینطور که میبینین مایکروسافت ویژوال سی پلاس پلاس 2015 2022 و خیلی از این به اصطلاح نرم افزارها و افزونه ها رو دانلود بکنه. اول یه مقداری زمان بره، حالا باز بسته به اینترنتی که شما دارید و بعد از اینکه دانلودش تموم شد الان مایکروسافت جابریتو رو داره اوکی میکنه. بعد از اینکه دانلودش تموم شد میره توی مراحل نصب. خب بعد از اینکه دانلودش تموم شد نصب میکنه و اینجا کلوز رو بزنید و راینو الان نصبه. ولی خب باید کرک بشه طبیعتا، چون ورژن اصلی نیست، کرک میخواد و ما کرکش رو اینجا داریم که براتون توی گروه ارسال میکنم و لینک گروه هم توی به اصطلاح یوتیوب میذارم. اینجا یک کلیک میکنید و بعد اینجا ران رو میزنید و اکتیو رو میزنید و
براتون نصب میشه. نکته ای که مهمه اینه که به هیچ عنوان موقع اجرای راینو فیلتر شکن به هیچ نوعی نباید وصل بشه. یعنی آی پی خود سیستم باید باشه. آی پی رو نباید تغییر بدید، چون اگه تغییر بدید میره به سایت به اصطلاح مکنیل و میبنده سریعا. خب همینطور که میبینید راینو 8 نصب شد. حالا این رو میبندم، میرم سراغ گراسهاپر اگر برید سرچ کنید، آخرین ورژنی که اومده 5.9.1 هست. ورژن 6 رو هم به زودی خواهند زد، ولی ورژن 5.9.1 رو من دارم خودم باش کار میکنم. مثلا با گولد کار میکنم، من با ماتریکس 9 کار میکنم. من فقط دارم با راینو 8 به علاوه گراسهاپر گولد به اصطلاح کار میکنم. و اینجا شما میایید و دانلودش میکنید از خود سایت، که اینجا اول یه ثبت نام باید بکنید، بعد میایید این ورژن رو دانلود رو میزنید، شروع میکنه براتون دانلود کردن، که من چون دانلود کردم دیگه نمیخوامش و اینجا دارمش ورژن 5.9.1. خب داخل فایل یک سری فایل اینجا هست که خیلی راحت یه گراسهاپر گولد 5.9.1 رو اینجا میبینید. کلیک راست ران از ادمینستور و اینجا نکس این گزینه رو میزنیم، نکس اینستال و شروع میکنه خیلی سریع براتون نصب کردن. فینیش. خب اینجا میگه اگر شما به یه همچین اروری برخوردید، بیایید و به اصطلاح توی این مسیر و این فایل ها رو بریزید توی گراسهاپر. ولی طبیعتا نباید به همچین مشکلی بخورید، چون موقعی که بعد از نصب گراسهاپر نصب کنید میبینید تمام تیکا رو زد و نصب شد. ولی اگر 1% اتفاق افتاد، شما میبینید تولبار هم براتون خودش باز میکنه. میاد اینجا اگر این اتفاق افتاد گراسهاپر رو میزنید. مثلا من میام یک ابزاری رو استفاده کنم، مثلا میام از این ابزار استفاده کنم، یه سنگ مثلا میخوام بذارم، خودش میاد و اوکی میکنه. اگر که اروری داد مثل اون ارور، شما کافیه گراسهاپر رو سرچ کنید و بیایید این فایل ها رو بنزید داخل این. تمام شد رفت. ولی چون مشکلی نیست، طبیعتا لازم نیست چنین کاری رو انجام بدید. خب اگر هم که این اتفاق نمیفته، اگر درست نصب بشه، اگر هم دیدید تول بارها اینجا نیست، شما میتونید به اصطلاح سرچ کنید تول بار و توی راینو 8 اگر هستید گراسهاپر گولد توز اینجا هست، میتونید این دوتا تیک رو بزنید و براتون تمام اینها مجموعه باز میشه. خب این از نصب گراسهاپر گولد و راینوی 8. امیدوارم که این ویدیو مورد استفاده دوستان قرار گرفته باشه. تا ویدیوهای آینده همیشه موفق باشید و پیروز.